آقای دکتر امیری سلام و وقت بخیر. خیلی خوشحالم که با یک ویدیوی دیگه در خدمت شما هستم. یه سوالی که واقعا شاید به همه ما کمک بکنه این هستش که اختلال دو قطبی که الان هم خیلی مد شده، خیلی ها میگن ما دو قطبیم، این اختلال دو قطبی رو به صورت علمی و در علم روانپزشکی در واقع یا معیارهای DSM-5 که حالا بهمون قطعا میگی چی هست این معیارها، اینو برای ما توضیح بده کامل و از 0 تا 100 بیماری دو قطبی رو برای ما لطفاً بگو و ما رو آگاه بکن. خب خیلی ممنونم و با عرض سلام خدمت همه مخاطبان گرامی‌تون. خب بله، بیماری دو قطبی که خیلی میگن توی فضای مجازی توی سوشال میدیا توی اینستاگرام که میگن ما مثلا دو قطبی میدونم ممنوعیت می‌کنیم. این چی؟ اول اینکه خب ما به این سادگی تشخیص دو قطبی برای یک فرد مطرح نمی‌کنیم و قطعاً یک سری کرایتریاها داره که باید اون کرایتریاها رو برامون پر کنه تا بعد ما تصمیم بگیریم که ببینیم که فرد آیا دو قطبی هستش یا نیستش. خب شروع می‌کنیم. اول توی بیماری دو قطبی باید بدونیم که دو دسته هستش، یا تایپ 1 یا تایپ 2. تایپ 1 حتما ما باید یک فاز شیدایی یا مانیا رو داشته باشیم. فاز شیدایی یا مانیا یعنی چی؟ یعنی ما باید مثلا از بین 9 تا کرایتریایی که داره حداقل 4-5 تاشو داشته باشیم. مثلا چی؟ مثلا انرژیش بیش از حد زیاد باشه، مثلا نخوابه، بدون اینکه خسته بشه، اصلا خسته نمیشه ولی بازم خواب نداره. دو اینکه مثلا ولخرج بشه، کاری کنه که احتمالاً به ضرر داشته باشه، مثلا رابطه‌های جنسی بیش از حد داشته باشه، محافظت نشده داشته باشه، سرمایه‌گذاری‌هایی کنه که یهویی باشه، مثلا هیچ سودی که نداره کلاً به ضررش باشه، بعد پرحرف باشه، یعنی پرشر اسپیچ رو بهش میگیم، یعنی مثلا حرف شما رو همش قطع کنه، یه سر فقط حرف بزنه، از این شاخه به پره به اون شاخه، اصلا نفهمی که چی داره میگه، بعد اعتماد به نفسش بیش از حد بره بالا که بهش میگیم گراندیوسیتی دیلوژن، یعنی مثلا فرد میگه که من امام زمانم، بعد میگه که نمیدونم من از فلان دانشگاه مثلا استنفورد امریکا فارغ التحصیل شدم و اصلا مدرک دیپلم نداره و در نهایت همه اینها به شرط رو میگه که فرد اختلال دو قطبی داره که با اختلالات جسمی و طبی توجیه نشه و منجر به اختلال عملکرد بشه، یعنی طرف گفته فانکشن بده و ما کازر اینو مطرح میکنیم. برای اینکه ما بگیم دو قطبی تایپ 1 داره حتما باید یک اپیزود مانیا که همین که گفتم داشته باشه و میتونه افسردگی هم داشته باشه. بود یا نبود افسردگی برای هیچ اهمیتی نداره، حتما فرد رو بستریش میکنیم چون احتمال آسیب رو خودش خانواده‌اش وجود داره و سعی می‌کنیم که درمانش کنیم. تایپ 2 چیه؟ تایپ 2 به جای اینکه ما بیایم اینجا مانیا داشته باشیم هایپومانیا داریم، حالت نیمه شیدایی بهش میگیم. همون مانیاست خیلی خفیف‌تره، اینو ما معمولا بستریش نمی‌کنیم و اینکه اینجا میگم حتما باید افسردگی هم داشته باشیم، یعنی همون کرایتریای مانیا ولی خفیف‌تر. پس بله اینجا مثلا میگیم 4 تا روز باشه. ممنونم دکتر جان. پس اختلال دو قطبی دو دسته است، دسته 1 و دسته 2 که قطعاً دسته 1 در واقع تشخیص حادتری است و بیمار باید سریعاً درمان بشه و من اینجوری برداشت کردم که خطرناکتر هم هستش. حالا خطرناکتر هم نسبت به خود بیمار هم نسبت به اطرافیانش هستش. میتونید برامون بگید که به اطرافیانش چه ضررهایی میتونه بزنه این در واقع حالت در دو قطبی تایپ 1؟ بله خب توی حالت مانیایی که پیش میاد چون فرد انرژیش بیش از حد زیاد میشه معمولا فرد خونه نمیاد. مثلا فرض کنید یک پسر مثلا 20 ساله‌ای هستش که مثلا شبا کلا میزنه بیرون. مثلا ما موردی داشتیم که 3-4 روز فقط راه رفته بود، از مثلا ولیعصر تهران رفته بود تا ترجیش مجیش پیاده که باش کلا کاغذ بود که نگرانی خانواده رو داره. دومی که مثلا ممکنه وسیله خونه رو کنه برداره بفروشه، کار خطرناک بکنه، مثلا بره ببینم احتمال چیزی پیدا کنه که اینو کنه برای خانواده و خودش و جامعه بار مالی و روانی و بله. سوال دیگه که ازتون داشتم، چقدر طول میکشه که فرد تو فاز مانیا باشه؟ اینکه شما میگید خیلی پر انرژی، تاکتیو، کم میخوابه، پرشر آف اسپیچ داره، چقدر طول میکشه این حالتش؟ خیلی ممنونم بابت سوال خوبتون. کلا دیگه بیشتر از 4 روز طول نمیکشه تو حالت مانیا. دیگه اون 4 روز اولشه که فقط سفر شده. بعد مثلا بعضی میگن خب چقدر خوب که شده، ولی نه، کلا 4 روز اولش که پر انرژی شده. بعدش تحریک پذیر میشه، بعدش عصبانی میشه، یعنی رفته داره بدتر میشه، یعنی اینجوری نیست که همیشه بگیم شده. پس کلا معمولا اون طول مانیایی که داریم کلا 7 روزه، از اون 7 روز معمولا 4 روز اولش مثلا 4 روز اولش شاده، بعد اون تحریک پذیر و خشمگین و پرخاشگر میشه و بعدش احتمالاً وارد فاز افسردگی یا دپرشن میشه. حالا اگه بشه دیگه نشه مهم چون مانیا رو داریم. اگر وارد فاز دپرشن شد چقدر طول میکشه؟ دیگه اونجا بستگی
بستگی داره دیگه، احتمال داره 1 ماه طول بکشه، 3 ماه طول بکشه. خب اگه درمان نشه، مانیا رو اگه ما درمان نکنیم، در اینکه گفتم باید بستری شه و درمان بگیریم، اینه که ممکنه 3 ماه اینا طول بکشه. یعنی اون ما 1 هفته‌ای رو که داشتیم گفتیم که یک مدتش رو شاده، بعدش میشه نمیدونم تحریک پذیر میشه، عصبانی میشه، بدون اینکه ما هم درمانش کنیم 3 ماه اینا طول میکشه. ولی دیگه ما نمیدونیم که توی اون 3 ماه چه مشکلاتی ممکنه برای فرد. خیلی ممنونم از شما. از درمان گفتید بهمون. ممنون میشم. درمان داره اصلا یا نه این بیماری؟ درمان داره و اینکه باید بهتون بگم به طور مختصر درمان دارویی که ما برای اینا استفاده می‌کنیم، مهمترین داروی لیتیومی که میدیم برای مریض باعث میشه که مودشون استیبل بشه، یعنی نه افسرده بشن، منم دیگه به حال مانیا برگردن. حالا بعضی کنتراندیکاسیون هایی داریم توی مریضامون که حالا کنتراندیکاسیون منظورتون استفاده نباید بدیم بهش. مثلا مشکلات کلیوی یا مثلا فردی که بخواد باردار بشه با توجه به اختلالات جنینی که ایجاد میکنه، ما از لیتیوم استفاده نمیتونیم. اجازه دادن داروی لیتیوم رو نداریم. در اینجور موارد از چه دارویی میتونیم استفاده کنیم؟ آره میتونیم مثلا از داروی سدیم والپروات استفاده کنیم. سدیم والپروات بیشتر توی فاز هالت بشه که به درد میخوره، یعنی اینجوری نیست که دیگه کلا مود استیبل کنه، یعنی مانیا رو تخفیف میده، نه افسردهش میکنه نه افسردگی رو درمان میکنه، صرفا میاد اون مانیا رو درمان. پس بعد خوبم جواب میدن این داروها یا نه؟ خیلی ممنون از شما. پس بخوام جمع‌بندی بکنم، بیماری دو قطبی یا بایپولار بیماری است که 2 تا دسته داره، بایپولار تایپ 1 و تایپ 2 که تایپ 1 همونطور که گفتین حتما باید یک اپیزود در واقع مانیا یا سرخوشی یا انرژی زیاد رو داشته باشه و داشتن یا نداشتن فاز افسردگی خیلی برامون توی این فاز مهم نیست. و در حالت تایپ 2 که گفتید هایپومانیا یا تو پزشکی عرق میگیم هایپو یعنی خورده پایین، حالت پایین ترش، که اونجا حالا یه سری فرقا داره با تایپ 1 که اشاره کرد، خفیف‌تره دیگه. و از درمانهاش بهمون گفتید که از داروهایی مثل لیتیوم، استابیلایزرهای دیگه بفرمایید. تایپ 2 ما که میگیم هایپومانیا به معنی نیست که کلی مجموعه بیماری خفیفه. اتفاقا بیشترین خطر سویساید توی روانپزشکی توی یا خودکشی خودکشی توی در حقیقت دو قطبی تایپ 2 هستش که بیشترین اختلالات مثلا مصرف مواد و خودکشی اینا همراه با همین دو قطبی تایپ 2 هستش. افسردگی به شدت شدیدی داره و دیگه چیز خاصی به ذهنم نیست. آیه دکتر، اینکه یه سریا میگم من امروز حالم خوب نیست، فردا خوبم، امروز خوب، من دو قطبی ام، این درسته؟ نه اصلا. پس این دو قطبی نیست. پر نمیکنه. بیشتر به نظرم اینا چی ان پس؟ کلیشه مجازیه. یک کلیشه مجازیه. بیماری دو قطبی وحشتناکه. بیماری دو قطبی واقعا وحشتناکه و اصلا ما ESM5 رو داریم دیگه. در حقیقت دایگنوستیک استاتیکال دیگه مانیوال اینیتور رو داریم، ادیشن 5مش رو که تعیین میکنه کرایتریا و معیارهای در واقع بیماری روانپزشکی چیه. در هر کسی برچسب بزنیم که بگیم مثلا بیماری روانپزشکی داره. بله، خیلی ممنونم از شما. اطلاعاتمون در مورد بیماری بایپولار دو قطبی خیلی بیشتر شد. امیدوارم که این ویدیو رو واقعا همه ببینن و یا هم شیر بکنن و چنل ما رو سابسکرایب بکنن و امیدوارم که واقعا به یه مرحله‌ای برسیم که همه ما بتونیم با ذهن باز بتونیم مشکلات روانپزشکیمون رو در واقع با کسی که واقعا اطلاعات داره شیر بکنیم، بتونیم راحت باشیم، خجالت نکشیم و جامعهمون اون وقت سلامت روان بهتری را خواهد داشت. خیلی ممنونم از شما.